سلام دوست عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه و پر انرژی. امروز با یکی دیگه از آموزش‌های رانندگی در خدمتتون هستیم. آموزش دور دو فرمون که یکی از حساس‌ترین مباحث در روز آزمون خواهد بود. ممنونت میشم که ما رو حمایت بکنی و پست ما رو سیو بکنی اگر الان هم وقت نداری ببینی و در اولین فرصت پست ما رو ببینی و نظراتت رو برای ما بفرستی. ممنونت میشم. وقت بخیر مجدد دوست عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. دور دو فرمون شباهت بسیار زیادی به دور یک فرمون داره. همونطور که داخل دور یک فرمون گفتیم توقف 45 سانت لازمه زدن دور یک فرمان. برای دور دو فرمان هم همینطوره و تمام ممنوعیات دور یک فرمان که کامل بهش اشاره کردیم هم دقیقاً اینجا صدق میکنه. مراحل ابتداییشون هم کاملا شبیه به همه، به این صورت که ترمز دستی رو که پایین آوردید کلاژ خودتون رو میگیرید، مرحله یک دنده یک، مرحله دو راهنمای چپ، مرحله 360 درجه فرمون خودتون رو میچرخونید و ایست 30 درجه رو انجام میدید. سر رو به صورت کامل توی نقطه کور برمیگردونید و بعد کامل میکنیم دور خودمون رو. یه نکته داره بچه‌ها، برخلاف دور یک فرمان ایست وسط نداره و تقریبا وسطش میشه آخر کار. بعد از اون به این مرحله که رسیدیم کلاژ ترمز خودمون رو میگیریم. ماشین به هیچ عنوان از دست شما نباید فرار بکنه. الان بعد به چه صورت؟ بعد این سه مرحله رو معکوس کنیم. مرحله یک دنده یک بود، میشه دنده عقب. مرحله دو راهنمای راست. مرحله 3 فرمون رو باید کامل به سمت راست برگردونید. اگر سرعت عمل بالایی دارید ابتدا حرکت کنید و بعد فرمون رو به سمت راست برگردونید. این باعث میشه که لاستیکاتون کمتر آسیب ببینه. اما اگر سرعت عمل بالایی ندارید تو روز آزمون بهتون توصیه میکنم که فرمون رو قبل از حرکت حداقل 80-90 درصدش رو به سمت راست برگردونید. به این صورت که فرمون رو به سمت راست برمیگردونید، گارد دنده عقب میگیرید و به آرامی عقب میایید. تا کجا عقب میایید؟ تا آسفالت پایین جدول یا آسفالت پایین دیوار رو ببینید. مجددا کلاژ ترمز. مجددا 3 مرحله بعد معکوس بشه. دنده عقب میشه دنده یک، راهنمای راست میشه راهنمای چپ و فرمون خودتون رو برمیگردونید و شروع به حرکت میکنید. ممنون از نگاه‌های زیبای شما. موفق باشید.